با درود و احترام، من حمیدرضا تقی‌پور دهقان تبریزی با بخش دوم کنوانسیون بیابانزدایی در خدمت شما هستم. ماده 21 روش‌های مالی. 1. کنفرانس اعضا باید امکان دسترسی به روش‌های مالی را افزایش داده و روش‌ها به گونه‌ای باشند که حداکثر منابع مالی را در دسترس کشورهای در حال توسعه مبتلا به خصوص در آفریقا قرار دهند تا بتوانند به تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون عمل کنند. بدین منظور کنوانسیون اعضا بایستی برای پذیرش از جمله سیاست‌ها و روش‌های زیر را مورد توجه قرار دهد. الف. تأمین اعتبارات مورد نیاز در سطح ملی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و جهانی برای فعالیت‌های منطبق با مواد این کنوانسیون را تسهیل نماید. ب. روش‌های تأمین اعتبار از منابع گوناگون، روش‌ها، ترتیبات و ارزیابی آنها را بر اساس ماده 20 ارتقا دهند. پ. به صورت منظم اطلاعات لازم را در مورد منابع مالی موجود و روش‌های کسب آن با هدف تسهیل همکاری‌ها در اختیار طرف‌های ذی‌نفع و سازمان‌های بین‌الدولی و غیر دولتی مربوط قرار دهد. ت. چنانچه لازم باشد تأسیس روش‌های مالی مانند صندوق‌های ملی بیابانزدایی از جمله صندوق‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی را نیز در بر می‌گیرد تسهیل نماید تا از آن طریق منابع اعتباری به سرعت و به طور مؤثر در اختیار جوامع محلی در کشورهای در حال توسعه مبتلا به قرار گیرد. 3. روش‌های مالی و صندوق‌های موجود در سطح زیرمنطقه‌ای و منطقه‌ای به خصوص در آفریقا را تقویت نموده تا به منظور مؤثرتر به اجرای کنوانسیون کمک نماید. 2. کنفرانس اعضا باید از طریق روش‌های مختلف موجود در سیستم سازمان ملل متحد و یا از طریق مؤسسات مالی چند جانبه تمهیدات لازم را در سطح ملی، منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای به عمل آورد تا کشورهای در حال توسعه متعهد بتوانند به تعهدات خود در این کنوانسیون عمل نمایند. 3. کشورهای در حال توسعه متعهد مبتلا به باید به روش‌های همکاری‌های ملی هماهنگ با برنامه‌های توسعه ملی خود استفاده کامل نموده و یا در صورت لزوم آن را در ایجاد یا تقویت نمایند تا بدین وسیله از کاربرد تماس منابع مالی موجود اطمینان حاصل گردد. آنها همچنین باید از فرایند مشارکت در برگیرنده سازمان‌های غیر دولتی گروه‌های محلی و بخش خصوصی باشد برای جلب اعتبار و تهیه و اجرای برنامه‌ها و رساندن اعتبارات مالی به گروه‌ها در سطح محلی استفاده نماید. این اقدامات را می توان با هماهنگی بهتر و برنامه‌ریزی انعطاف پذیر از سوی کمک دهنده ها به انجام رسانید. 4. به منظور افزایش کارایی و بازده روش‌های موجود مالی بدین وسیله یک روش جهانی تأسیس می گردد. هدف این روش جهانی تشویق فعالیت‌هایی است که باعث بسیج و جهت‌دهی منابع مالی اساسی به کشورهای در حال توسعه مبتلا به می‌گردد. این منابع شامل منابعی برای انتقال فناوری به صورت اعطاء کمک و یا با شرایط سهل و ویژه و یا سایر اشکال مشابه نیز خواهد بود. این روش جهانی تحت مدیریت و ارشاد کنفرانس اعضا انجام وظیفه کرده و در مقابل آن مسئول خواهد بود. 5. کنفرانس اعضا
در اولین اجلاس عادی باید یکی از تشکیلات را به عنوان مقر این روش مشخص نماید. کنفرانس طرفها و سازمانهای مربوطه باید مقررات خاص این روش طوری توافق نماید که اهداف زیر تأمین گردد. الف، فهرستی از برنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه‌ای را که برای اجرای کنوانسیون مهیا میباشد تهیه نماید. ب، در صورت تقاضا طرفها را بر حسب شیوه‌های ابداعی تأمین اعتبار و منابع کمک‌های اعتباری و همچنین درباره بهبود هماهنگی همکاری‌ها در سطح ملی ارشاد نماید. پ، اطلاعات لازم را درباره منابع موجود و شیوه‌های تأمین اعتبار در اختیار طرفها و سازمانهای غیر دولتی و بین الدولی مربوطه قرار دهد تا از این طریق هماهنگی بین آنها را تسهیل نماید و غیره. ت، اقدامات خود را به اولین کنفرانس طرفهای متعهد در آغاز دومین نشست عادی گزارش نماید. 6. کنفرانس اعضا باید در اولین اجلاس خود ترتیبات شایسته را در ارتباط با سازمانی که به عنوان مقر مکانیسم جهانی شناسایی گردیده جهت انجام وظایف اداری در چهارچوب بودجه و منابع انسانی موجود اتخاذ نماید. 7. کنفرانس طرفها در سومین اجلاس عادی خود باید سیاست‌ها و روش‌های عملیاتی و فعالیت‌های روش جهانی در رابطه با مفاد بند 4 و ماده 7 را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس این بررسی اقدامات زیر را معمول نماید. بخش 4. تشکیلات. ماده 22. کنفرانس اعضا. 1. کنفرانس اعضای متعهد بدین وسیله تأسیس می گردد. 2. کنفرانس اعضای متعهد بالاترین مرجع تشکیلاتی کنوانسیون است. کنفرانس طرفها باید در چهارچوب وظایفش تصمیمات لازم را برای تقویت اجرای مؤثر خود اتخاذ نماید. این تشکیلات باید الف، به طور مرتب اجرای کنوانسیون و عملکرد ترتیبات نهایی خود را بر اساس تجاربی که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی و همچنین بر اساس پیشرفت دانش فنی و علمی کسب نموده بررسی نماید. ب. تبادل اطلاعات در زمینه اقدامات متخذه توسط اعضا و تعیین شکل و جدول زمانی انتقال اطلاعات را بر اساس ماده 26 تشویق نموده و همچنین گزارشات را بررسی و توصیه‌های لازم را ارائه نماید. پ. تأسیس تشکیلات وابسته‌ای که برای اجرای کنوانسیون ضروری تشخیص داده می شود. ت. بررسی گزارش‌هایی که از تشکیلات وابسته می‌رسد و ارائه پیشنهاد و راهنمود. 3. موافقت و پذیرش آیین‌نامه کار و ضوابط مالی برای خود و تشکیلات وابسته بر اساس اتفاق آرا. ه. پذیرش اصلاحات کنوانسیون بر اساس ماده 30 و 31. خ. تصویب برنامه و بودجه فعالیت‌ها شامل فعالیت‌های تشکیلات وابسته و همچنین اتخاذ ترتیبات لازم برای تأمین اعتبار. دال. جلب همکاری‌ها و استفاده از خدمات و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های ملی، بین المللی، بین الدولی و غیر دولتی ذی صلاح در صورت اقتضا. زاد. تشویق و تقویت ارتباط با سایر کنوانسیون‌های ذی‌ربط و در عین حال جلوگیری از دوباره کاری و تکرار برنامه‌ها. ر. انجام سایر وظایفی که ممکن است برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون ضروری باشد. 3.
کنفرانس اعضا باید در اولین اجلاس مقررات آیین‌نامه‌ای خود را به اتفاق آرا اتخاذ نماید. این مقررات شامل رویه‌های تصمیم گیری در زمینه مواردی خواهد بود که تا به حال تحت پوشش رویه‌های تصمیم گیری مقرر در کنوانسیون قرار نگرفته است. این آیین‌نامه می‌تواند شامل تعیین اکثریت معین مورد نیاز برای بعضی از تصمیمات خاص باشد. 4. اولین اجلاس کنفرانس اعضا توسط دبیرخانه موقت که در ماده 35 آمده منعقد خواهد شد و حداکثر 1 سال بعد از مجری شدن کنوانسیون تشکیل می‌گردد. جلسات عادی دوم و سوم و چهارم کنفرانس باید سالانه و جلسات عادی بعدی هر 2 سال یک بار برگزار گردد مگر آنکه ترتیبات دیگری توسط اعضا اتخاذ گردد. 5. جلسات فوق‌العاده کنفرانس اعضا در زمانهایی که توسط کنفرانس اعضا در جریان اجلاس عادی تعیین می شود و یا بنا به درخواست کتبی یکی از اعضا برگزار خواهد شد، مشروط بر این که درخواست مذکور 3 ماه پس از ارسال آن توسط دبیرخانه دائم جهت اعضا توسط 1/3 اعضا حمایت شده باشد. 6. در هر اجلاس عادی کنفرانس اعضا باید یک هیئت رئیسه انتخاب کنند. ساختار و وظیفه هیئت رئیسه در آیین‌نامه‌های ذی‌ربط مشخص خواهند گردید. در انتخاب هیئت رئیسه توجه کافی به ضرورت تضمین توزیع عادلانه و برابر جغرافیایی اعضا و حضور کافی و مناسب کشورهای متعهد مبتلا به ویژه کشورهای آفریقایی مبذول خواهد شد. ماده 7. سازمان ملل متحد، سازمانهای تخصصی آن و هر کشور عضو و یا ناظر در آنها که در کنوانسیون عضویت ندارند می توانند به عنوان ناظر در جلسات کنفرانس شرکت کنند مگر آنکه 1/3 از طرفهای حاضر به حضور وی اعتراض نمایند. هر عضو یا سازمان اعم از این که ملی، بین المللی، دولتی و یا غیر دولتی باشد، در صورتی که در ارتباط با موضوعات مندرج در کنوانسیون واجد صلاحیت بوده و دبیرخانه را از تمایل خود مطلع نموده باشد، میتواند به عنوان عضو ناظر شرکت نماید مگر آنکه 1/3 از طرفهای حاضر به حضور وی اعتراض نمایند. پذیرش و شرکت ناظرین تابع آیین‌نامه پذیرفته شده توسط کنفرانس اعضا خواهد بود. 8. کنفرانس طرفهای متحد می تواند از سازمانهای ملی و بین المللی ذی‌صلاح که دارای تخصصهای ذی‌ربط هستند بخواهد تا اطلاعات لازم را در زمینه قسمت ز ماده 16 و قسمت پ بند 1 ماده 17 و قسمت ب بند 2 ماده 18 جمع آوری و ارائه نماید. ماده 23. دبیرخانه دائم. 1. یک دبیرخانه دائم بدین وسیله تأسیس می گردد. 2. وظایف دبیرخانه به شرح ذیل است. الف. ترتیب تشکیل جلسات کنفرانس و سازمان‌های وابسته به آن که بر اساس کنوانسیون تأسیس گردیده و تأمین خدمات مورد نیاز آن. ب. جمع‌آوری و توزیع گزارشاتی که به آن تسلیم می گردد. پ. فراهم کردن تسهیلات لازم حسب درخواست برای کشورهای در حال توسعه مبتلا به خصوص در آفریقا در امر گردآوری و ارائه اطلاعات لازم بر اساس پیشبینی‌های کنوانسیون. ت. هماهنگی‌های فعالیت‌های خود با دبیرخانه‌های سایر نهادهای بین المللی و کنوانسیون‌ها. صاد.
انجام ترتیبات اداری و قراردادی تحت ارشاد کنفرانس اعضا که برای انجام وظایف خود ممکن است نیاز داشته باشد. جیم، تهیه و گزارش و اجرای وظایفی که بر اساس کنوانسیون به عهده آنها گذاشته شده است و ارائه آن به کنفرانس اعضا. چه انجام سایر وظایف مربوط به حوزه دبیرخانه که ممکن است توسط کنفرانس اعضا به آن محول شود. 3. کنفرانس اعضا باید در اولین اجلاس خود یک دبیرخانه دائم را تعیین نموده و ترتیبات لازم جهت کارکرد آن را اتخاذ نماید. ماده 24. کمیته علمی و فنی. یک کمیته علمی و فنی به عنوان تشکیلات وابسته به کنفرانس اعضا بدین وسیله تشکیل می گردد. وظیفه این کمیته تهیه و ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های علمی و فنی مربوط به بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی است. این کمیته در ارتباط با تشکیل اجلاس عادی کنفرانس اعضا تشکیل جلسه خواهد داد. این کمیته شامل شاخه‌های تخصصی مختلف بوده و مشارکت در آن برای همه اعضا آزاد است. این کمیته از نمایندگان ذی‌صلاح کشورها در زمینه تخصصی تشکیل خواهد شد. کنفرانس اعضا در اولین اجلاس عادی خود حیطه کاری کمیته را تعیین خواهد کرد. 2. کنفرانس باید یک هیئت کارشناسی متشکل از کارشناسان ذی‌ربط تشکیل دهد. اعضای این هیئت توسط اعضا کتباً با در نظر گرفتن نیازهای مختلف تخصصی و توزیع جغرافیایی وسیع معرفی خواهند شد. 3. کنفرانس اعضا می تواند در صورت نیاز از طریق دیگر کمیته ها یک گروه کاری موقت را مأمور نماید تا در زمینه‌های خاص مربوط به بیابانزدایی و کاهش اثرات خشکسالی اطلاعات و توصیه‌های لازم را تهیه نماید. اعضای این گروه باید از بین افرادی که نامشان در هیئت کارشناسی قبلی آمده است انتخاب و موضوع تنوع تخصصها و توزیع جغرافیایی نیز رعایت گردد. این کارشناسان باید دارای پشتوانه علمی و تجارب صحرایی بوده و انتصاب آنها از سوی کنفرانس اعضا با معرفی کمیته صورت گیرد. کنفرانس اعضا درباره شرح وظایف و برنامه کار آنها تصمیم گیری خواهد کرد. ماده 25. شبکه‌ای نمودن تشکیلات، نهادها و آژانس‌ها. 1. کمیته علمی و فنی تحت نظارت کنفرانس اعضا تمهیدات لازم را برای بررسی و ارزیابی شبکه، تشکیلات، آژانس‌ها و نهادهای ذی‌ربط موجود که مایل به عضویت در شبکه هستند به عمل خواهد آورد. این شبکه باید اجرای کنوانسیون را حمایت نماید. 2. بر اساس نتایج تحقیقات ارزیابی مندرج در بند 1 کمیته علمی و فنی توصیه‌هایی را در ارتباط با طرق و وسایل تقویت و تسهیل شبکه‌ای شدن در سطح محلی، ملی و دیگر سطوح ارائه خواهد نمود. این توصیه‌ها باید با در نظر گرفتن تأمین نیازهای مندرج در مواد 16 تا 19 باشد. 3. با ملحوظ نمودن این توصیه‌ها کنفرانس اعضا باید الف مناسب ترین واحدهای ذی‌ربط ملی، زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین المللی جهت شبکه‌ای شدن را شناسایی و رویه‌های کاری و چارچوب زمانی آن را پیشنهاد نماید. ب. واحدهایی را برای تشکیل و تسهیل و تقویت تشکیل شبکه مناسب ترین هستند در کلیه سطوح شناسایی نماید. بخش 5. شیوه‌های عمل.
ماده 26 انتقال اطلاعات. 1. هر کشور عضو از طریق دبیرخانه دائمی باید اقداماتی را که برای اجرای این کنوانسیون انجام داده است برای بررسی در جلسات عادی به کنفرانس اعضا گزارش نماید. کنفرانس اعضا باید تقویم زمانی ارائه گزارش و چهارچوب آنها را مشخص کند. 2. کشورهای متعهد مبتلا به بنابر ماده 5 باید استراتژی و همچنین سایر اطلاعات مربوط به اقدامهای خود را تهیه نمایند. 3. کشورهای متعهد مبتلا به که بر اساس مواد 9 تا 15 اقدام به اجرای برنامه عمل می نمایند باید جزئیات برنامه ها و اقدامات خود را گزارش دهند. 4. هر گروه از کشورهای متعهد مبتلا به می تواند در مورد اقداماتی که در سطح زیرمنطقه‌ای و یا منطقه‌ای و در چهارچوب برنامه‌های عمل انجام می دهند ارتباط مشترک ایجاد نماید. ماده 5 طرح‌های متعهد توسعه یافته باید اقداماتی را که برای کمک در تهیه و اجرای برنامه‌های عمل انجام داده‌اند از جمله اطلاعات مربوط به منابع مالی که بر اساس کنوانسیون تهیه کرده‌اند یا در حال تهیه آن هستند گزارش نمایند. 6. اطلاعاتی که بر اساس بندهای 1 تا 4 و اصل واصل می شود باید توسط دبیرخانه دائم هرچه سریعتر به کنفرانس اعضا و نهادهای زیررفت و وابسته انتقال داده شود. و 7. کنفرانس اعضا بایستی حسب تقاضای کشورهای در حال توسعه مبتلا به خصوص کشورهای آفریقایی تسهیلاتی را در خصوص ارائه خدمات مالی و فنی به منظور جمع‌آوری و انتقال اطلاعات بر اساس این ماده و همچنین تشخیص نیازهای مالی و فنی مربوط به برنامه‌های عمل برای آنان فراهم سازد. ماده 27 اقداماتی برای حل مشکلات اجرایی برنامه. کنفرانس اعضا باید آیین‌ها و روش‌های نهادهای جهت حل مشکلاتی که ممکن است در زمینه اجرای این کنفرانس پیش آید ملحوظ داشته و آنها را تصویب نماید. ماده 28 حل اختلاف. 1. اعضا باید هر نوع اختلاف بین خود را در رابطه با تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون از طریق مذاکره یا سایر روش‌های صلح‌آمیز انتخابی خودشان رفع نمایند. 2. در زمان تنفیذ، قبول، تصویب و یا پیوستن به این کنوانسیون و یا بعد از آن دولت عضوی که عضو سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نباشد می تواند اختلاف خود را راجع به تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون به صورت مکتوب به امین اعلام نماید. در این رابطه برای رفع اختلاف با هر طرف دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته است اجباراً از یک یا هر دو روش ذیل استفاده می نماید. الف داوری بر اساس روشی که به صورت الحاقیه در اسرع وقت به تصویب کنفرانس اعضا خواهد رسید صورت خواهد گرفت. ب. ارجاع اختلافات به دیوان دادگستری بین المللی. 3. در صورتی که یک طرف متعهد عضو سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای باشد می تواند اظهارنامه خود را در خصوص داوری مطابق با روشی که در قسمت الف بند 2 آمده است تقدیم نماید. 4. اظهارنامه‌ای که بر اساس بند 2 ارائه می شود تا زمانی که اعتبار دارد و یا تا 3 ماه بعد از وصول یادداشت فسخ آن به امین به قوت خود باقی است. 5. انقضای مهلت یک اظهارنامه، یادداشت فسخ
و یا اظهارنامه جدید نباید به هیچ نحوی روی جریان رسیدگی که در نزد دیوان دادگستری بین المللی یا دادگاه داوری مطرح است اثر بگذارد، مگر آنکه طرفهای دعوا به شکل دیگر توافق کرده باشند. 6. چنانچه طرفهای دعوا روش مندرج در بند 2 یا هر روش مطابق با بند 2 را قبول نداشته باشند و اگر بعد از گذشت 12 ماه از اعلام اختلاف توسط یکی از طرفها به دیگری قادر به رفع اختلاف نشدند، موضوع بنا به درخواست یکی از طرف دعوا بر اساس روش مورد قبول کنفرانس اعضا که به محض آماده شدن به صورت الحاقیه آورده خواهد شد به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. ماده 29 وضعیت الحاقیه ها. 1. الحاقیه ها جزو لاینفک این کنوانسیون بوده مگر اینکه به گونه‌ای دیگر عنوان شده باشد و هر اسنادی به این کنوانسیون استناد به الحاقیه نیز داشته باشد. 2. طرفهای باید مفاد این الحاقیه را به گونه‌ای که مطابق با حقوق و تعهدات خود به موجب عنوان مواد این کنوانسیون باشد تفسیر و تعبیر نمایند. ماده 30 اصلاحات در کنوانسیون. 1. هر کدام از طرفها می توانند اصلاحاتی را در خصوص کنوانسیون پیشنهاد کنند. 2. تغییرات و اصلاحات در کنوانسیون باید در جلسات عادی کنفرانس اعضا تصویب شود. متن هر گونه تغییر پیشنهادی باید از طریق دبیرخانه و حداقل 6 ماه قبل از تشکیل اجلاسی که باید در آن جهت تصویب مطرح شود به اعضا ابلاغ شده باشد. دبیرخانه دائم همچنین باید اصلاحات پیشنهادی را به امضا کنندگان کنوانسیون اعلام نماید. 3. اعضا باید کوشش نمایند تا اصلاحات پیشنهادی به اتفاق آرا به تصویب برسد. در صورتی که تلاش‌ها برای کسب آرا به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نگردد، این اصلاحات به عنوان آخرین راه حل می تواند به رأی گذاشته شده و به تصویب دو سوم اعضای حاضر رأی دهنده در اجلاس برسد. اصلاحاتی که تصویب می شود باید از سوی دبیرخانه به امین اعلام گردد و امین آن را به اطلاع اعضا برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن برساند. 4. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا تصویب مربوط یا پیوست مربوط به اصلاحات پیشنهادی باید به امین سپرده شود. اسنادی که بر اساس بند 3 مورد قبول واقع می شود در 90مین روز پس از تاریخ وصول اسناد مورد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن حداقل 2/3 اعضای کنوانسیون که در زمان پذیرش اصلاحات پیشنهادی حضور داشته‌اند توسط امین از قوت قانونی برخوردار می گردد. 5. اصلاحات برای سایر طرفها در 90مین روز بعد از وصول سند قبولی، پذیرش یا تصویب یا ترازی آنها به دفتر امین قوت قانونی خواهد یافت. 6. در این ماده و ماده 31 منظور از اعضای حاضر و رأی دهنده حضور اعضا و دادن رأی مثبت یا منفی است. ماده 31 تصویب و اصلاح الحاقیه ها. 1. هر الحاقیه جدید به کنوانسیون و یا هر اصلاحی در الحاقیه ها بجز الحاقیه های ناحیه‌ای باید برای روشی که در ماده 30 گفته شد انجام شود. در مورد الحاقیه های جدید ناحیه‌ای یا اصلاح آنها باید اکثریتی که در بالا گفته شد شامل 2/3 اعضای حاضر شرکت کننده در رأیگیری از همان ناحیه نیز باشد.
تصویب یا اصلاح یک الحاقیه باید توسط امین به همه طرفها ابلاغ شود. 2. یک الحاقیه بجز الحاقیه اجرایی جدید منطقه‌ای یا یک اصلاحیه در یک الحاقیه بجز اصلاحیه هر الحاقیه اجرایی منطقه‌ای که بر اساس بند 1 تصویب شده باشد 6 ماه بعد از ابلاغ آن به طرف‌هایی که همان الحاقیه یا اصلاحیه را پذیرفتند صورت قانونی خواهد گرفت، مگر برای اعضایی که کتباً عدم موافقت خود را با چنین الحاقیه یا اصلاحیه‌ای ظرف همین مدت به امین اعلام نموده باشند. چنین الحاقیه یا اصلاحیه‌ای برای کشورهایی که عدم موافقت خود را پس بگیرد از روز 90 وصول این عدم موافقت توسط امین قانونی خواهد بود. 3. هر الحاقیه جدید منطقه‌ای و یا هر اصلاحیه‌های مربوط به الحاقیه‌های اجرایی منطقه‌ای که بر اساس بند 1 تصویب شده باشد 6 ماه پس از ابلاغ توسط امین به طرف‌های تصویب کننده قوت قانونی می‌یابد، مگر در موارد ذیل: الف، طرف متعهدی که کتباً در طول این 6 ماه عدم موافقت خود را با الحاقیه جدید اجرایی منطقه‌ای یا اصلاحیه آن به امین اعلام نموده باشد از روز 90 وصول عدم موافقت آن کشور توسط امین برای آن کشور قوت قانونی خواهد یافت. ب. هر طرفی که بر اساس بند 4 ماده 24 اظهارنامه خود را در رابطه با یک الحاقیه اجرایی جدید ناحیه‌ای یا اصلاح آن ارسال نماید از روز 90 وصول سند تنفیذ، پذیرش، تصویب و یا پیوستن به این الحاقیه یا اصلاحیه برای آن طرف قوت قانونی خواهد یافت. 4. در صورتی که تصویب یک الحاقیه یا اصلاحیه یک الحاقیه مستلزم اصلاح کنوانسیون باشد، آن الحاقیه یا اصلاحیه یک الحاقیه تا زمان اصلاح کنوانسیون قانونی نخواهد بود. ماده 32 حق رأی: 1. بجز موردی که در بند 2 گفته شد خواهد شد هر عضو کنوانسیون حق یک رأی دارد. 2. سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای در موارد مربوط به خود به تعدادی اعضای خود که متعهد به کنوانسیون هستند دارای حق رأی می باشند. در صورتی که کشورهای عضو این گونه کنوانسیون‌ها از حق خود برای رأی دادن استفاده کنند، سازمان نباید از حق او مجدداً استفاده کند و بالعکس. بخش 6 مقررات نهایی: ماده 33 امضا: کنوانسیون برای امضا در تاریخ 14 الی 15 اکتبر 1994 برابر با 23 مهر ماه 1373 هجری شمسی توسط دول عضو سازمان ملل متحد یا سازمان‌های تخصصی وابسته به آن یا اعضایی که اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی را پذیرفتند، همچنین سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای در پاریس مفتوح می باشد. همچنین کنوانسیون برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا تاریخ 13 اکتبر 1995 برابر با 21 مهر ماه 1374 هجری شمسی مفتوح خواهد بود. ماده 34 تنفیذ، پذیرش، تصویب و پیوستن به کنوانسیون: 1. کنوانسیون باید به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن دولت‌ها و سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای برسد. کنوانسیون یک روز بعد از آنکه
برای امضا بسته شد برای پیوستن سایرین به آن باز خواهد بود. اسناد اعلام تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن باید به امین سپرده شود. 2. چنانچه یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای که اعضای آن عضو کنوانسیون نیستند به کنوانسیون بپیوندد، ملزم به رعایت تعهدات مندرج در کنوانسیون خواهد بود. در صورتی که یک یا چند کشور از اعضای این گونه سازمان‌ها طرف کنوانسیون باشند، باید سازمان مزبور و اعضای آن درباره مسئولیت‌های مربوط خودشان برای انجام تعهدات خود در قبال کنوانسیون تصمیم گیری کنند. در چنین مواردی این سازمان و دول عضو آن نمی توانند همزمان از حق خود در کنوانسیون استفاده نمایند. 3. سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای در سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن به کنوانسیون باید میزان صلاحیت خود را در رابطه با موارد حاکمه بر کنوانسیون اظهار نمایند. آنها همچنین باید فوراً امین را در مورد هر گونه تغییری که میزان صلاحیت آنها داده می شود آگاه سازند و امین نیز باید این تغییرات را به طرفها ابلاغ نماید. 4. هر کشور در سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود می تواند اعلام نماید که الحاقیه‌های اجرایی منطقه‌ای جدید یا هر نوع اصلاحات مربوط به آن فقط زمانی قابل اجرا خواهد بود که آن کشور سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن را به امین تحویل داده باشد. ماده 35 ترتیبات موقتی. وظایف دبیرخانه که در ماده 23 آمده است تا پایان اولین اجلاس کنفرانس طرفها به صورت موقت به عهده دبیرخانه است که در قطعنامه شماره 47 ممیز 188 مورخ 22 دسامبر 1992 برابر با اول دی ماه سال 1371 هجری شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین شده است. ماده 36 اعتبار قانونی یافتن. 1. کنوانسیون در 90مین روز پس از سپردن 50مین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن قوت قانونی خواهد یافت. 2. برای هر دولت یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای که کنوانسیون را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نموده یا بدان پیوسته است، این کنوانسیون در 90مین روز پس از سپردن 50مین فقره سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن به کنوانسیون صورت قانونی به خود خواهد گرفت. 3. برای اجرای مفاد بندهای 1 و 2 سندی که توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای تسلیم می شود نباید به عنوان سند جدیدی علاوه بر آنچه اعضای آن سازمان سپرده‌اند محسوب شود. ماده 37 ملاحظات. هیچ گونه حق شرطی در این کنوانسیون مجاز نمی باشد. ماده 38 کناره‌گیری. 1. 3 سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون عضو متعهد می تواند با اعلام کتبی به امین از کنوانسیون کناره‌گیری کند. 2. هر گونه کناره‌گیری 1 سال بعد از وصول درخواست به امین قانونی شده مگر اینکه درخواست کناره‌گیری تاریخ دیرتری اعلام شده باشد. ماده 39 امین دبیر کل سازمان ملل متحد امین این کنوانسیون خواهد بود. ماده 40 متون موثق. نسخه اصلی کنوانسیون حاضر که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
بنا به مراتب بالا امضا کنندگان زیر با دارا بودن اختیارات کافی کنوانسیون حاضر را امضا نمودند. در تاریخ 17 ماه ژوئن سال 1994 میلادی برابر با 27 خرداد ماه سال 1373 هجری شمسی در پاریس تنظیم گردید.